به نام خداوند جار و خرد. ریشه دار بودن در خانواده ها خیلی اهمیت داره، یعنی اصالت و ریشه دار بودن، که ریشه های ما کجاست و اصالت ما به کجا برمیگرده. همیشه در خانواده هایی که میخواین باهاشون مراوده داشته باشید دنبال اصالت باشید. این اصالت و ریشه دار بودن تا حدود زیادی میتونه که به شما کمک بکنه که در آینده چالش های بسیار بسیار کمتری داشته باشید. این نخل های زیبای تزئینی رو من اینجا دیدم که به شکل یک خانواده هستن، کنار همدیگه چیده شدن و متاسفانه به هر دلیلی به این مکان آورده شدن که بعداً جای دیگه‌ای گذاشته بشن و الان ریشه هاشون روی سطح در واقع سنگ هاست و ریشه ندارند. من از همین فرصت گفتم استفاده بکنم شما با فاجعه بی ریشه بودن و تهی بودن به صورت عملی آشنا بشید و اون رو از نزدیک لمس کنید. ها ببینید اینا سبزن، ترابت دارن، ولی ریشه ها دیگه توی خاک نیست. ریشه ها خیلی در واقع بیریشند و طبیعتا اینها خیلی زیاد زنده نخواهند موند و حتما کسی که مالک اینها هست اینها رو باید به یک منطقه منتقل کنه تا ریشه ها برن داخل زمین. خانواده هایی که اصالت ندارن اینجوری هن. ممکنه یه مدت سرسبز باشن ولی این سرسبزیشون دوام نداره. اما خانواده هایی که ریشه دارند میبینید که 400 سال، 500 سال، 1000 سال ما نمونه هایی رو داریم که خانواده های چند هزار ساله هستن به دلیل ریشه‌ای که دارن در نوسانات مختلف همیشه سرسبز و همیشه بالنده باقی موندن.